جنگاور تو هستی. زنده بودنت را میدانستم. تو کی هستی؟ تو کی هستی میگویم، من تو رو نمیشناسم. تو مرا از راستی نشناختی. نه نشناختم. کی هستی تو؟ در حقیقت باوری داری که مرا نمیشناسی؟ نه تو رو نمیشناسم. از کجا شناسم تو رو؟ اولین بار میبینم. هم از بالای نقاب چخیر شناسم. جنگاور و آن آدم یکدیگرشان را میشناختند. هر دویشان را زنده میخواهم. خوب شد است جناب. مرا از همه خوبتر تو میشناسی جنگاور. هم تو رو هم دوست داشتت رو میکشم. چرا از پسی اژدها هستی؟ در اصل تو چرا از پسی او هستی؟ و تو یک چیز میگویم، اژدها را به من گذار. او را من میکشم. آدم کشی کاری درست نیست. هر کس فهمش خود را دارد. جان را با جان، خون را با خون میشویند. اژدها را اونجاست. نهایت تو را یافتم اژدها. جنگاور 2 سال در کجا بودی؟ تو را بسیار یاد کردم. به شرف ترسانچک منتظر نمایان شدنت بودم. که ترسو است معلوم شد. تنها نامده ای کو در برات باز یک رفیقت را آورده ای. باز تو کی هستی؟ اجل تو هستم.
جناب کمال سیاه هم اینجاست. دختر نقابدار هم اینجاست. آنها را گذارید. هر دوی آنها را با مکان خودمان برید. جنگاور اینها را به تو میگذارم. من از پس اژدها میروم. همه کس از قفوی لیویده اوخی زوبای. تو باز کی هستی؟ کنی گپ زن ایودم. پلیس! جنگاور میدونستم که تو زنده هستی. پلیس! اونها را از دست ندید. کمان چکار میکنی اینجا؟ ای به عقل کنی پایان فرا. این رو هم برای محکم کنید. پلیس اینجاست. در حال باید رویم. به هیچ کجا نمیروم. تو به اینجا برای پیدا کردن آدمی که فؤاد گلنالو را کشته است دعوت کردند. نه از پس جنگاور شدنت. در حال باید رویم. چی خیل میابیم؟ حتی خودترین ایزه نیست. انا یافتم. فؤاد گلنالو را من کشتم. عادل شما را نیز به نزد او میفرستم. تو جان دوست داشته مرا گرفتی. من باشم حالا جان تو را میگیرم. پلیس! شاهد نجوم! رویت را گردان. همین رویت را گردان. نقابت را برار. نقابت را بکش. نقابت را بکش. بلا سند. ای کمال بدبخت، رنگ کک در همه جا پیدا میشه. اینجا چی میکنی؟ برای کشتنی او اومده بودم. یه بس کمی کروتا شاگرد دستو شبک شو. بلد در ماشین بشی گرنگ نکن. من آمدم همکار. آمدی خوش آمدی. اژدها را دیدی؟ دیدم ولی او از دستمان گریخت. بلا سند. بود جنگاور همینجا بود. او زنده بود است. میدانم همشان را دیدم. دختر نقابدار هم اینجا بود. یک نفر دیگر هم بود. لباسی سرخ داشت. بله قهرمان. او را هم دیدم همینجا بود. تو در کجا بودی؟ گوری پلیسا رو نگرفته چرا با اینجا اومدی؟ باز تنی تنها. اژدها میدونسته است که ما با اینجا میآییم. با ما دام گذاشته بود. اگر جنگاور و آن قهرمان نمی بود من میمردم. میدونی؟ انا همان کمیسره که از پست از همین آدم است. از پلیس تماما پروا ندارم. من جنگاور و آن آدم را میخواهم. حاضر در حال به نزد گروه میرویم. رفتیم. اقلا اینجا در نظرم ننمو. کمیسری بیشرم. تو کجا غیب زدی؟ در کجا بودی؟
همکار نقل کردم. آخر چی رو نقل کردی مراد؟ بیا روید. اژدها در کجا است؟ ایونت نگاه کن. اژدها در کجاست؟ یه در رنگ رو اژدها در کجا است؟ دهانت رو کشا. اژدها در کجا است؟ گذار من مگاب میدم. اژدها در کجاست؟ مراد دستم رو سردی. اتاقت میرم. شود آرام شو. آرام شو. مراد سردی مراد سردی دستم. همکار آرام شو. این خیلی نکن. ایستا. مراد بس که سری لیوه این فیروز شد آرام شو. میجشتانه نشو. تو با اتاقت میرم. آرام شو. با اتاقت میرم. کپت دود کدگه بدبخت. ولی لیوه خطی بودی داری ها؟ راو. این بدبخت ها کده که من کمیسر زبایدم. از رفیقم ملال نشد. میخواهی ادوکاتت رو دعوت کنی؟ میخواهم. چخیل؟ میخواهم گفتم. هی! بازگاب بزنی! اگر مردن نخواهی گپ بزن. گپ بزن! قسم خورم که نمیدونم اژدها در کجاست. التماس مرا نکش. افلاس. ما تو را برای چه دعوت کردیم؟ برای پیدا کردن قاتلی فؤاد گل ناغلو. تو چی کار کردی؟ از جنگاور قصد شخصیت را گرفتن خواستی. تو را برای این دعوت نکرده ایم. پروا نکنید، من از پس کارم هستم. گل آلو را این آدم کشته است. این کیست؟ قهرمان. ببخش مرا همکار، به تو باور نکردم. جنگاور و اژدها در حقیقت زنده بودن، ولی بعضی چیزهایی است که نافهمه است. آخر جنگاور از پس اژدها است، چون که میخواد انتقام کلتکیلش رو گیرد. دختری نقابدار و اون قهرمان بود که بود نمیدونم. چرا از پس اژدها هستند؟ مراد بخشش و اکیونل در این کار زوری بد بود. برای اینها را فهمیدن باید آنها را دستگیر کنیم. این کار رفته رفته مخفی‌تر شده است دستان کار. ببین، جنگاور و اژدها رو فکر میکردیم که مردن، ولی زنده هم. نقطه. خوب کلتکل است چی؟ او هم زنده است میگویی. اگر زنده باشه چی؟ با فکرت آدمی که امروز دیدیم کلتکل شده میتونه؟
قهرمان ممکن کرد تکیلس باشد. چرا نباشد؟ قهرمان کی است؟ در دست ما تنها یک معلومات داریم. آدمی هست که در گذشته دوست داشته‌اش را کشته. با امر گروه زن یک آدم تاجر را کشته بودند. دختر دوست داشته یک کارگری امنیت را کشته بودند و دوست داشته کیلس را هم کشتند. تاجر به خارجه گریخت. کارگری امنیت از بین ناپدید شد. کیلس هم مرد. این خیلی باشد این آدم کی است؟ شاید کیلس نمرده است. دیدی در مسئله جنگاور راست گفتی، نمرده است. اگر کیلس نمرده باشد پس قهرمان کیلس است. کمال تو در اینجا چیکار میکنی؟ در حال از اینجا رو، زود باش. مرا گوش کن میلیس. رو با تو میگویم. تو رو رها نمیکنم، همیشه در برم میشم. رها کن مرا. آخر چیکار میکنی؟ رها کن. کمال مادر چیکار میکنی اینجا؟ مادر تو چیکار کرده ایستادی؟ تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ اگر یک باری دیگر این دختر را ناراحت کنی پسرم نمیگویم تو را میپرانم. پس حاضر پرام پدر، من همیشه در بر این دختر میشوم، محافظت میکنم. با تو باورم نمیآید. بهتر بیا گیرو ببینی. گپای زده‌ات رو گوشت میشنود ها؟ تو کی را محافظت میکنی؟ کی را از کی محافظت میکنی؟ از هجدهاری سرخ. چه؟ زنده است، با چشمان خودم دیدم. در اینجا چی گپ است؟ تینجی است؟ چرا هم آن اژدهار سرخی ابله زنده بوده است؟ درست هستین؟ زنده است پدر. باورم نمیآید. هممون رو میکشد. هممون رو میکشد. یگون واقعه روی داده است؟ هیچی نیست زینب جان، خاطر نشوید. چه جای خاطر شدنش نیست ها؟ وای اژدهار هممون رو میکشد. هممون رو میکشد؟ کی میکشد؟ اکا پدر جان نمیترسم. میلیس جانم. میلیس مادر اگر باز به ما حمله کنه چی؟ تو پروا نکن پدر، من اینجا هستم، با شما چیزی نمیشود. شما درباره کی گفته ایستادید؟ کی رو میگوییم باز؟ اژدهار آخر. آدمی که زهره را به قتل رساند. اژدهار؟ چی میترسید؟ شما را اینجا من محافظت میکنم، هیچ کس نمیآید. آخر وای زنده بوده است؟ چه خیر زنده مانده است آقی پدر؟ نمیدونم پدر، تفتیش کرده شده. پدر تنها اونه، جنگاور هم زنده است. جنگاور هم زنده است؟ با چشمانم دیدم. اگر جنگاور زنده باشد کلتا کیلس هم زنده است. پس وای ساختگار هم زنده است. سلام علیکم کمیسر مراد. علیکم سلام هجری. با خیر است انشالله. یگان چی شده است؟ نه، در راه پایم چپ گشت. خدا شفا دهد. رحمت، خدا راضی باشه. با تو چی شده است؟ من وای آخر در راه افتیدم، دستم لط خورد. با دقت باش آخر. خدا شفا دهد. رحمت، خدا راضی باشه. خیر، مرحمت گذار. بفرمو. نه استغفرالله، اول تو گذر. بفرمایید کمیسر. تو بگذر برادر هجری. بخشش فراموش کردم، هوشم در سرم نیست. مهم نیست.
марҳамат. Гузар. Ман аввал гузар. Майлаш. میدونستم که زنده هستی جنگاور. تو را دیدم بسیار خرسند شدم. عجبا کی باشی تو؟ کی باشد این قهرمان؟ مرا از کجا میشناسد؟ تا انتقامت را نگیرم نمیمورم عزیزم. به تو قول میدهم. کی باشد؟ ای بچه کمیسر هوی کو؟ آخرش شاکد اوف. ای بچه مرا عصبی نکن. چی من نمیک شوید؟ اینجا چی گپ است ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید؟ باید ماما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم. در صبحی بر وقت آمده از کجا میدونم؟ اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میبرامده. میگم من برادر من نباشه که زنده ام. کمیسر لطفا بگویید که او زنده نیست، چون که اون دیوانه اگر زنده باشد عمیق از پس من میشود. کمیسرم لطفا گویید که او زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه ترا من جوابش میگم. لطفا گویید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که اوز عصبون ویران میشود. روش کن شاکر مرا گناهگار نکن برادرم. او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. میگذار نابود است. حیوان مترشم برا میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمیره. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان رو میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دونم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ اما که قهرمانش میگن ماه ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس در گوشم آستک بگو. زنده می بود. روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادری من بود، برادری نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود، ولی از سبب اونی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را اکا میگفتم از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهگار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیلی باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبرد تر پاره میکنه. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کارو بار میکنید زیاده؟ کنانی من سلام. کلتا کلاس زنده ای. چه خیل زنده از پسرم؟ کلاس مرد. اگر زنده می بود چه خیل می مرد؟ جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. ولی کلتا کلاس چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ رو برای کلتا کلاس زنده ای. آخر میگوید ممکن است زنده باشد. امروز روزی نامزدی دخترم هست، ولی با کورها نگاه کنید باورم نمی آید. اژدها زنده بوده است. با این حال باز فکری نامزدی کردن رو دارید؟ با من گوش کن. اژدها زنده هست گفته نامزدی نمی کنه مگر هر چیز زودتر خانه دار شده رود. دختری ببختی من، هر چیزی که به سرت آمده است از پشت کمال سیاه آمده است. با اکای من چی دخل دارد؟ تو خاموش باش. باز پشتی اکای او باشد را میگیری ها؟ از پشتی اکای تو دختری من قریب بود که میمرد.
همش از پشت او شد. آرام شوید، کسی به شما کاری نمیکند. من اینجا هستم. یعنی من گفتن میخواستم که کمیسر زوبید اینجا هست، ترسیدن لازم نیست. بله خانم زینب راست میگه، من اینجایم، از یگون چیز نترسید. اپا چی میگویی؟ با فکرت زینب از اکام زوبید خوشش میآید؟ چی علاقه دارد دختر؟ همه در فکری چی هستند، تو در فکری چی؟ نه به فکری من زینب نسبت اکای زوبید چشم دارد. چشمش را میکنم، فهمیدی؟ بین هم چشم او در بالای کمیسر مراد است. چی؟ کمیسر مراد گفتی؟ دخترم زینب، جای ترسش نیست. آخر تو برای ما امانت هستی دخترم، محافظتت میکنیم. هم کمیسر مراد اینجا هست، او تو را محافظت میکند. تو به شوهر هستی دخترم، او باشد بیزن. منم این خیل هم خوبم رحمت. با اجازت شما. بخیر از دخترم، با کجا میروی؟ من به جستجوی کار میروم. بیکار ایستاده نمیتوانم، باید کار کنم. کار کردن میخواهی؟ میمونی یک دهن گپ گویی. چه خیل کار میخواهی؟ وای پیش از اینجا اومدن من کافه داشتم کار میکردم. کافه؟ کافه گفتی؟ یعنی قهوه خانه؟ ای دختر بختت بلندی کرد. در محله یک مردک قهوه خانه اش را به اجاره میدهد. آن را برای تو میگیرم. چی؟ البته جانم. خیز زود باش، باز آن را یگان کس پیش از ما نگیرد. خیز زود باش، زود باش دخترم که از دست دادن ما ممکن. ازمی؟ تولین جان شیرینکی من، تو کارهایت را خودت کردن گیر میلش، من زود میایم. بیا تیر سرایم که دید میکنیم. شد تمام. بچه جان او اژدهاری بدبخت زنده بوده کو؟ آچه جان آرام شوید، خودتون رو به دست گیرید. او چه آرام شم بچم، او همه را پورا کرده میکشته کو؟ کی را میکشته؟ کوی جبی یا بین ما را کشته میتونه؟ چی کار کرده میتونی آقای سعدی؟ او شمشیر داره. آچه جان در پایان کمیسر مراد زندگی میکند، پروا نکنید. آخی بچم چه خیل پروا نکنم، من میترسم آخی. حسیت تو حاضر ای سرت فکری اجدار پجدار را پرتو مایی سیرمی دیوانه را چیکار کنیم؟ تو باید ایمون بترسی. سیرمی دیوانه؟ برای چی این موضوع رو باز کشده؟ ای بگاه ایمه میپرسه برای چی من این موضوع را کشدم؟ بچه می تو زیباسنه می ترکیه در خوزگار نیستی با جایگاه ها را بخشد. ایجابی های قوطه میکنه. ای آقای سعدی چی میگه؟ اگر جیانم بشنوه بسیار زیخ میشوه. بسیار زیخ میشوه؟ چیش نمیشوه؟ حال استانبول بیایه بعد قوطه نمیکنه. پدر چه؟ نگفتید این خیله؟ کی را در کجا چی خیل؟ آخر نگفتم، میگفتم هم چی میشید؟ ای پدر اگر سیرمی دیوانه شنود اینجا رو چپه میکنه. او چه؟ تو حاضره هیچ چیز نگفتم، نه که تو نسبت گواره بخشت خطا کرده سودی. چی این خیلی نگاه میکنی؟ اکا من دیگر کاری ندارم که با سیرمی دیوانه زنگ زدم میگویم که اکام رفته سنم رو خواستگاری کرد. من هیچ چیز نگفتم. قسم بخور. من با کارهای نادرست قسم نمیخورم. بچم دیوار گوش داره انشالله نمی دیوانه نشنیده است.
ایستید. شما گم شوید. رقصیدن نوبتی ما. بچه ها گوره زدی سایرمی دیوانه است، همه را میپراند. بیایید. بیا بینواز. اپای سایران، با تو یک چیز رو میگویم ولی عصبی نشو. چی میگوی باران؟ اپای سایران، گوهر بخش تو از کو در استانبول هجری؟ هجری؟ با او چی شده است؟ وای چی؟ گوهر بخش تو با خواستگاری زیب و صنم ترکیه رفته است. ایستید. چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ ما حیران شدیم در جایی که تو ایستاده با زیب و صنم ترکیه خانه‌دار میشده است. هجری تو تمام شدی. لعنت کند. زود با من یک چیپته هواپیما با استانبول گیرید. این مسئله ننگ و ناموس است. حاجت به تأخیر گذاشتن نیست. بنفشه، پدر، اوچه، گوش کنید. اگر شما نگوید هیچ کس نمیگوید. من با وی سیرمی دیوانه از کس خانه‌دار نمیشوم. هم خودتان رو خسته نکنید. من با سنم خانه‌دار میشوم. کسی را که میخوایی گرفتم بگی. برای تشیده سر و گرنگ نمیکنم. الو سنم؟ هجری؟ درست است؟ چی درست است؟ اژدها زنده بوده است. بله سنم، زنده است. خدا لعنت کند. باز برای کشتن هر دویمان نآید. نه ترسانم. با اذن خدا وقتی که من با تو باشم هیچ کس تو رو نمیکشه. هجری، در حال تو رو دیدنم لازم. تمام سنم، در همون کافه و میخوریم. تمام. من میروم. کجا میره بچم؟ اوخی نهاری تا نخورده. با همون دهنه را دیدنی میره؟ بله پدر، با نزدی سنم میروم. رفتن گیر. ولی همون سایران دیوانه بیایم بعد روسا میبینی. بچم هیچی نخوردی. ایشه در کسات بگی. هیچی نخوردی. بگی بعد میخوری. نه سفره تا کجا را میره کبینی من؟ نه برا اوخی. پدر چای. خرچیش میگونی دیوانه را. یا چو امروز. بیا دختر جانم، بیا راه کرد. انا قهوه خونه در همینجا هست. بیا دختر جانم، بیا. بسم الله. انا دخترم، اینجا همش از آن توست. از این روز اعتباراً صاحبی این مکان تو هستی. اینجا 3 آشیانه هست. در بالا 2 قبت، در پایان تا خانه موجود است. در آنجا دیگ و طبق، قاشق و همه چیز هست. ببین حتی مشقفک هم هست. آنجا بیل هم هست. نگر چی میخواهی دخترم؟ این کاغذه اینجا میکنیم. تشکر میکنم جناب. جمعه مبارکت باشد. ای وای، به دست دیوانه افتیدیم. باید یگان کار کنم. ها بین، مشتری هم آمد. میتوانی کار را سر کنی. عشقم؟ ها بله، آخر ساعت 5 میخوریم. از اونجا با دل خوشی میرویم. البته که میرویم تا صبح خورسندی میکنیم. البته مگر تو دوست داشته من نیستی؟ بله من هم تو را بسیار دوست میدارم جان. حافظ، تو کی را دوست میداری؟ کلمه من ده. تو مگر شرم نمیکنی ها؟ ای خدا، نمیترسی از زنک؟ تو میخواهی که خانه یک عائله را ویران کنی؟ بر ذات تو بر این زنک نعنت. نامعقول کردی. دیگه زنگ نزن، من این بچه را عائله دار میکنم. الو، بی تربیت، با تلفن خاموش کرد. بد اخلاق. مگر من به تو نگفتم دختر بازیت را بس کنی فلاس؟ جنابی عظمی، خطا فهمیدید. آخر دوست داشتم است. آخر دوست داشتم. در نزد زینب عیب را نمیدانی؟ با او چی عیب میشود آخر؟ من با او چی کردم؟ آخر او کار را نه سر کرده است. میخواهد زندگیش را پاکیزه و حلال بسر بند. تو احمق باشی؟ الو
عزیزم بله من کافی رو محکم کرده بعداً با تو میخورم. البته جونم. شد عشقم. من هم تو رو کنی مامانته الله گوش کن بد اخلاق. یک بار دیگر اگر به همین دختر زنگ بزنید دهنت بشکنم فهمیدی؟ گوش کن ای بیعقل دیگر زنگ نزن. این دختر در نکاح من است فهمیدی؟ الله دیدی ای ترس تلفن نکش. دیدی بیعقل دیدی که آدم پیدا کرده است. نگفتم که هم دختر صاحبی کن. با من چی آخیر؟ نه جناب من با دوست داشتم. دمتبگی من با تو نگفتم ای بچه که همین دختر صاحبی کن. آخر جناب یزمی پیدا کرده باشد به من چی؟ خدا به صاحبش نصیب کند. البته که اگر پشیمان نشود. چی ها گفته ایستاده تو خدا به صاحبش نصیب کند ها؟ خوشبخت باش جانم خوشبخت باش. از راستی دلم به دوست داشتد میسوزد که مثل تو کنده بر این آدم رو همراه هست. چی؟ کنده؟ در اصل دوست داشته خودت کنده است. کنده میگویدی؟ با مثل دوست داشته من در دنیا دیگر جنتلمن نیست. تو با دوست داشته بیزیبی خودت نگاه کن. روی بیزیب بوده است. تو مگر دوست داشته مرا دیدی؟ بیزیب میگوید. آخر با تو بر این آدم یک جا است میخوایی که زیبای دنیا باشد. با فکرم تو با آینه هیچگاه نگاه نکرده ای. بسیار پیشروی خوب بچه ها بهترین هستید. انا همین خیلی عشق بزرگ از نفرت بزرگ آغاز می‌یابد. رسم دوست داشتت رو نشان بده. چرا نشان میدادم؟ تو نشان بده رسم آن کنده‌ات رو. لطفاً رسم دوست داشتت رو نشان بده. نه نشان نمیدهم تو با من نشان بده. تو نشان بده من باید رسم دوست داشتت رو بینم. تمام جوانان تمام. شما صحبتتان را دوام دهید. محبتتان زیاد میشود. من باشم به مسئله نامزدی میروم. دخترم زینب میدانی چیکار کن؟ برای کمیسر مراد یک صبحانه خوب آماده کن. خب میگویند که اگر خواهی دل مردک را یابی خوراک‌های بالعزت بود. پس مراد جان دخترم زینب برای تو امانت. معلوم شد که اژدها زنده است. دخترم را احتیاط کن. در رسم خودش شما محافظت کند. از این پس صاحب این قهوه خانه دخترم زینب است. تو هم آدمی بیزن هستی. در خانه کسی نیست که برایت خوراک پزد. اینجا آمده سحر نصف روزی بگاه خوراک بخور. زینب از مراد پول نگیر. در دفترچه در نام من قید کن. مرا فهمیدی؟ شد جناب یزمی. زود آمده خوراک میخورم. آفرین. بعد رفتم. خیر. تاوشتی. مایل. خوب چیکار کنیم؟ یک صبحانه میخواهم گیرم اگر زهرآلود نشویم. نیست. کلچه قند. اینش هم نیست. این خیلی باشه سمبوسه گیرم چی؟ گفتم که نیست. نمیفهمی. اینجا چی دارید ها؟ زهر است. میخوری؟ چی حاله که داری ببین. فهمیدی؟ چی حاله که داری ببین. من میروم برای کار. من میروم. خوب شد که رفتی. با این ابله که یک جای میشود ها؟ این چی گپ است ها؟ به این هم به سرم یک قطور بلا است. دیگر دروغ نیفتم که این رو گفتم. خوب شد اینجا به خونه نزدیک است. برای من خوب شد. یارای وضعیتی تو مشکل تر می نماید. درست میگویی حقا. گوش کنید عزیزان. بچه ها میگویند که همون قهرمان و همون کلتکلس بوده است. ای خدایا توبه. بله این میشود مگر کلتکلس مرد کن. یعنی خدا که نمیخواهد نمیکشد. آخر شما باز از کجا برآوردید که او کلس هست؟ اژدها رفت کو. او خواست اژدها را کشد. من هم رو کشتن میخوام. بعد من هم کلس هستم اگر. این خیلی نگاه هم خدمت ممکن است که کلاس زنده باشد. ببین اژدها با جنگاور زنده بوده است. چی یعنی نافایشون رو یکی بریدن مگر؟ آنها زنده است گفته باید او هم زنده باشد اکرام. عجیب کو. همین خیلی بیاد با مزه بود. وقتی تیار کردن من اهمیت میدادم. اساسا باید قدیه برای با مزه کردن هر گونه خوش بگویم استفاده کنم. اگر درست گفتم اصلا خوبی ترکی رو کجا شدی آخر هجری؟
بیاخیر حبیب رقیبش رو خوب لطفو کرد ها؟ همین خیلی. تو گونه شنیدی که آسیا پسرش رو با زیباسنام ترکیه نمیداده است؟ با کی میداده است؟ هجری گهواره بخش داشته است، با او میداده است. مگر هجری سنم را دوست نمیدارد؟ هجری گهواره بخشش رو دوست میداشته است. آسیا همین خیلی گفت. سنم او رو جادو یا چیکاری کرده است؟ من او را جادو پادو نکردم، فهمیدی؟ هجری من را دوست می‌دارد. خب ولی آسیا این خیلی نمیگوید. بس کن با همان آسیت. اگر باز یک بار دیگر از پسم غیبت کنید این محله رو میسوزانم. هوشت را به سرت گیر. شوکته یعنی نقشت خوب است 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسایمون دیگر نمیشناسند. اباشه تو زیرا ما رو باور نمیکنی. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسنده هستم که. چرا خرسندی؟ برادرم کلتکیلس میگن که زنده. حاضر همین خبرم میبرم در عروسک میرسانم. شوکته بس کن کلاس گویت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختر او میدرویم. تو چی خود میترسون چکی عزمی بازی ما نداد زینا پویا را هوی که ما برام. بابا فرمان نده. ایگه پکم که بردار. صدایت رو نبرار. از همون وایرون شده. تلفن‌های دختراشو گرفته. راستی گپ خودم نمیفوری که مو تلفن بگیرم. یک طرف به. سمی بخواد. زود برو فسمو. صبر زیاد کردیم تمام. اما شدی اونگی نکو. همین رخشو بخوام نغلطم بو. سلام علیکم. توبه کردم با کلا نمیگیرد. قیل نمیشود. عجیب. تو شما نشود درخت نمیجورد. توبه کردم. آدم‌ها بیرده نمیگویم. هیچ چیزی هم آمد. روبی موقع رو برام نمیکرده بودن. خیلی خوب. شوکت؟ نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش. تو داری اینجا چیکار میکنی؟ عشقم یگان کس پیش رحم ما رو نمیگیرد. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شدیم و اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمده؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدر سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاق در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم و کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه رو میکفونیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کت میکفونم. کیه؟ پدر چه جان؟ ایادتان سخت لعنتی ها. شوکت جدی کنی پایان شب لعنتی بدبخت کنی اینجا بیاد تو چی شود تو قصدی نزدی دختر حیوان بیایی. تو نمیم اینجا بیا حیوان. سمی چهار میکنی؟ هیچ چیز نشده است. شوکت دختر این بیا خرمای بلندی چه میپرم؟ لعنتی ها. بخشش میپرسم از شما. دستم را گیر بگویم. گرخته خیر. ایسته دل ناموسا وقتا کجا بگورزد ایسته ایده اونا اگجا پمید مدایجه این نگورزد ایسته بگویم نگورزد ساختکار ها این مردک ما همین دختره تو را به آب رو گریفتنیم ایستیت در کجا باشد این دختر؟ در کافه نبود. باز تلفنش خاموش است. سنم در کافه نبودی تلفنت خاموش است. سنم چی شده است؟ آخر سنم گپ زن چی شده است؟ باز میپرسی هجری؟ تو رو از مادرت پرس. به همه گفته است که تو رو به گهواره بخشت خونه دار میکند. تو رو به او میداده است. نه آخر این خیلی تهمت است. مادرم این خیلی نگفته است. درست گفته ایستاده میخیل نه هجری. تو از اول با من نه بلکه با اون گهواره بخشت خونه دار شدن میخواستی. برای همین من رو 2 سال است که من کرده ای. چی ای؟ بس کن گویا که چیزی رو نمیدونی. بعد تو با گهواره بخشت خوشبختی میخواهم هجری. نگفته نمونه من تو رو دوست میداشتم. ای سنم سفسته نگو. من تنها تو رو دوست میدارم و تنها با تو خونه دار میشم. نه تو رفت با وای گهواره بخشت خونه دار شو فهمیدی؟
به این هم اویلاتون میخواهند که تو با او خانه‌دار شوی. من تنها تو رو میخواهم، تو رو. گهواره بخشم رو نه. هجری با من خانه‌دار میشوی خیلی نه؟ با من قول بده، تو مرا فریب نمیدی همین خیلی نه؟ آخر 100 بار به تو قول دادم سنم. پس دیگر درباره آن گهواره بخشت اصلا گپ نمیزنم، فهمیدی هجری؟ مایلش ولی گپ رو من سر نکردم که. تو قول بده، آخر قول بده. قول. آن گهواره بخشت دیگر به حیاتی ما نمیدراید. با فکری من اگر هر دویمون هم فکر باشیم از اوده همه کار میبرویم. شد همین خیل نه آخیر؟ تمام. این خیل باشه داشتی میکنی. بین این حرکت های دیوانه را بین. چی گپ است همکار؟ قاتل فؤاد گل نغل رو یافتیم. کی بوده است؟ بیا با چشم بلقت ببین. قهرمان بوده است. خودش بدام افتید. این کامera از جای حادثه بسیار مخفی بود. از پسش ایزی نگذاشته بود ولی این کامera را ندیده است. با فکرت همه این چی معنی دارد کار؟ جنگاور و اژدها 2 سال پس به میدان میبراید. این قهرمان هم از پس اژدها است. عجیب نیست؟ 2 روز پیش باشد فؤاد گل نغرو رو میکشد. قهرمان چرا فؤاد گل نغرو رو کشت و چرا او از پس اژدها است؟ پرونده فؤاد در دستم است. میخونم از نظر میگذارم ولی هیچ جوابی نمییابم. یعنی زنده بودن اژدها رو و جنگاور رو همیشه تو میگفتی. به این سوال ها از همه جوابی درست تو میدهی. هجوره؟ با کجا؟ برای به سوال ها جواب یافتن میروم. از من چی رو پنهان میکنی کمیسر مراد؟ وای آدم قهرمان، تو رو البته دستگیر میکنم قهرمان. زینب جان تکرارا مبارک باشد. انشالله فعالیت اینجا رو بسیار خوب میکنی. تشکری زیاد ملیس جان. خیر امشب تو نامزدی داری؟ در هیجان هستی؟ بله نپرس، از هیجان میمیرم. انشالله کمال یگان کاری دیوانگی نمیکند. بخشیش من اینجا هستم، آرام باش. نفهمیدم؟ باز آن اژدها گفتنی دیوانه هم هست. باید در نزد تو باشم، تو رو محافظت کنم. یک دقیقه هیچ چیز رو نفهمیدم. یعنی تو مرا چخیل از اژدها محافظت میکنی؟ یعنی در مقابل اژدها چیکار کرده میتوانی؟ ملیس جان، من در آشخانه کاری داشتم، زود دیده میایم. خوب، این هم بسیار آدم عجیب بوده است کو؟ عجیب است. ملیس باید صحبت کنیم. کمال تو اینجا چیکار میکنی؟ آخر مرا کمی آرام گذار لطفا. گوش کن، بین ما هیچ چیز شده نمیتواند، میفهمی؟ راههای ما گوناگون است. این نامزدی نمیشود ملیس؟ البته میشود. لازم شود تو را میدوزدم. ای تو هم بسیار گفتی، کافیست. ایستا صحبت کنیم ملیس. دستم در کرد، رها کن منو. چیکار میکنی لعنتی؟ لعنتی؟ راهزن، از کفر اومده ای تو مگر؟ باز تو کی هستی؟ من زینب شنلی، دختری امکی ملیس هستم. اگر یک باری دیگر به دختری امکم دست رسونی این خیلی آرام نمیستم. امشب میبینیم. اینجا
اینجایی است. در حال میبرایم. خوب شده است. خسته نباشید. رحمت؟ با فکر محافظ جناب پروکرور احمد هستید؟ بله. من کمیسر مراد هستم. بفرمایید کمیسر. پرونده گلین آغلو را من تحقیق میکنم. جناب پروکرور گلین آغلو را دستگیر کردن میخواست. گلین آغلو یک آدم گروهی مخفی جنایتی بود. شبهه دارم که آن تشکیلات نسبت جناب پروکرور یگان قصد کنند. از شما خواهش میکنم یگان کاری شبهناک شود به من زنگ زنید. خوب شد است کمیسر. برای کار خسته نباشید. رحمت. با من گوش کنید. از دخترهای عزمی دور می شوید. اما همین خیل امشب در خانه او نامزدی است. اگر یگان دیوانگی کنید هر دویتان رو پوست میکنم. امروز در اطراف ننمایید. چه خیلی که شما گوید که کنون عشقمان رو در دلمون گور میکنیم. اگم شو ملائکه‌ای بگونا گویا که این دروغ‌های تو رو من نمیفهمم. حیوانها، تو مگر رفیق کلاس نیستی حشرات؟ بله زنده است همین خیلی. اگه کنون جان یک بار به زبان مبارکت بگو زنده. اگر کلاس زنده باشد در تی خاکم بود روی سمیر تو رو پیدا میکند برادرم. من این رو به دلم گفتنی بودم. آه هجری، این کارو نباید با من میکردی. تو را تیرباران میکنند. همشهر، هجری در کجا استقامت میکند میدونی؟ تو چی کار داری با هجری؟ با تو چی آخیر؟ میپرانم. تو با چی میپرانی؟ با تپانچه آب پرانک؟ چه شوخی بود. با انا این میپرانم. آه هجری، من تو رو میپرانم. با گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ هجری کی هست این دختر؟ نمیشناسم. از ما چی میخواد این دختر؟ نمیدونم ولی نیتش خوب نیست با فکرم. تو تمام شدی هجری، میکشم تو را. هجری گوریست که این دختر تو رو میکشد. با گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ گهواره بخش گفت آخر این دختر رو نمیشناسم. گفتی کو هجری؟ تو به من دروغ گفتی ها؟ این دختر گهواره بخش تو بوده است کو؟ از کجا دارم سنم؟ آخر اون بار خورد بود دیده بودم. من این را به تو نشان میدهم. من سایرم هستم. تو به همه جواب بدی هجری. هجری این رو از کجا یافتی تو آخر؟ من یافتم مگر مادرم و پدرم یافتم. گوره زود باش زود باش. آی یه هجری بچه مایه یه دختر را دزدیسته. یه چکار میکرده باشد؟ آی یه تایمانی دیمونه تو یه مامده بچه مرا نکشه. بچه بودم که افت بشرای خدنگ شونه دیده نمیتونم. هجری ما حالا با مقصد نرسیده میموریم چیه؟ خیر چیکار کنیم در آخرت میبینیم جان شیرین. کنی ایستد نباشد هر دویتون را میپرانم. پدر این دختر ما رو میکشد یاری دیهد. این بچه این دیوانه آی قدیر داو دخترمان رو میکشند. داو قدیر. آخر این دعایت را بکن هجری. با گهواره بخشت خیانت کرده. این را تنها خون تازه میکند. مرا گوش کن. هجری مرا دوست میدارد فهمیدی تو را نه؟ اگر با هجری هم یگان کار کنی تو را محو میکنم. تو خاموش باش جادوگر، نوبتی تو هم میرسد. به خاطر این میمون تو مرا خیانت کردی. مگر میارزد کمتر پس میموری آخر. دیوانه هستی تو ها؟ به خاطر آنه که در طفلی همون ما را گهواره بخش کردن با تو مجبور خانه‌دار شوم. استانبول تو را ویران کرده است هجری.
پروا نکن، من حاضر تو را اصلاح میکنم. به هجری هم دست نرسون، فهمیدی؟ قشلاقی گهواره بخشی پس نوبت به تو هم میرسد میمون. سایرام دخترم گوش که مرا هجری هیچ گناه نداره. آخه بچه من معظمه. چخل بگناه هست خاله جان، به من خیانت کرده است، میپرانم او رو. سایرام دختر جان آروم شو، اول بفهم چی گپای بد کرده که دلم رو شکست از نیستدی، گهواره بخشم رو به دیگر کس داده، میپرانم او رو. چی میگوید این دیوانه؟ مگر اینجا یگان پلیس نیست؟ یاری دیه دخترم. سایرام ایره پایان که شیطان بیراحت کرده زوده. دختر جان پایانش که آخر خاله جان این خیل میشود. تا اینجا من بهوده آمدم، مگر میپرانم او رو. تو کی رو میپرانی قشلاقی؟ تو رو هم میپرانم میمون. دخترم هجری گناه نداره، همش گناه همون دختره. دیوانه رو بین، دخترم رو گناهگار میکند. تو اصلا و پسر خودت نگاه کن. ای دختر هجری را جادوگری کرده است. توبه استغفرالله، چه خیلی جادو چه؟ وودی جادوی وودیت میکنه. خاله این رو پیشتر نگفتی آخیر؟ قریب بود هجری رو میپراندم. هجری بخشش میپرسم، ولی تو رو میپرانم میمون. تو هجری مرا چه خیلی جادو کردی جادوگر دختر ها؟ کافیست آخر، کافیست! گیرید این دخترتان رو روید از اینجا، دم شوید. ای قریب دخترم رو میکشتند. بس است آخر، من تنها یک دختر دارم. 2 سال پیش هم از پسی پسرت قریب دختری بیچاره میمرد. گوش کن سنم، دیگر با این بچه و نمیخوری دخترم. اما مادر اما نیست. کافیست آخر، کافیست. زنک این بچه من دختری تر چکو میکنه؟ من تنها یک دختر دارم. هم جادو میکنین هم گپی بسیار میکنین. سرود و کلیپ های نو به نوی تاجیکی. بدو خورم چرا ندونی دیل فیگارم چرا نخونی و خارجی ویدیوهای پندامیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال تو. و سلسله فیلم های جدید با صفت بلند. این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. در بازار نرخ و چنان پایان رفته است که باور میکنید من خودم حیران شدم. پیش خدمت، من برخویم رو امروز با فروش نبرآوردم. بفرمایید. زیبایک هیچ به ما دقت نمیدی؟ بخیر است؟ زیبایک گم شوید از اینجا، بستگی پا نکنم شما رو. دختر به ما نگاه دارد و واهمه دارد. یعنی دخترک ناز نکن، منیو را بیار. زود باش زیبایک. چی گپ است اینجا؟ چی شد؟ چی گپ است اینجا؟ آخر نمیبینی کورستی؟ این آدم ها با من هجوم کردن، تحقیر کردن. من این گاز رو استفاده بردم. این چه خیلی گاز است ها؟ چی بهوده گپ زده ایستاده؟ تو مگر پلیس نیستی؟ اینها رو دستگیر کن، من شکایت میکنم از اینها. کمیسار ما شکایت داره. این دختر همه امان رو لطوکوب کرد، قریب میکشت. من این رو از خارجی آوردم، بسیار تاثیر بخش است. آن را به جای بد گذار. این گاز قلنفور است، برای اتاق است. شد آخر؟ ای خدا. کمیسر مراد را تعقیب کردم، دیدم که با محافظ پروکورور که ما از پسش هستیم صحبت میکرد. پلیس میخواهد که پروکورور را محافظت کند. شاید فهمیده باشند که ما او را میبرداریم. قهرمان که گولن آلو را کشته است شاید یک نفر باشد، ولی از پشتش عمیق قوه ایستاده است. پروکورور شاید که یکی از آنها باشد. اگر خواهیم قهرمان را پیدا کنیم باید پروکورور را به گپ درآوریم. پگاه پروکورور را میبرداریم. خب مایلش، با فکر تو کدامش است؟ کی کدامش است؟ قهرمان همون عسکری که دوست داشتنش رو کشته یا اینکه کلاس است؟ به نزدیکی میفهمیم. مهمانان عزیز، این دو جوان قدم‌های اولینشان را
به خانه‌داری میگذارند. از انگشترین یکی به دست اینها میاندازیم. بسیار خوشحال هستم. مبارکشان باشد. بسم الله. تبریک میکنم. تشکر. یاد کن کلید را. مبارک باشد دخترم. خوش آمدید. یعنی چه می شود اجری؟ این دختر در خونه شما می ایستد؟ چرا این کارو میکنی آخیرا؟ ای سانا من چیکار کنم؟ یعنی جیانی مادرم است. پیش کنم او رو. این خیلی باشد تو در اون خونه نمی ایستی. فهمیدی اجری؟ چه خیلی آخیر؟ در کجا ایستم سنم؟ در کوچه ها خواب کنم؟ تو وقتی که اون دیوانه در خونه شما می ایستد هرگز با تو گپ نمیزنم اجری. هرگز. سنم آخیر ایستاد. сайрам бо ягон хатоӣ накунӣ духтарам. агар не ӯ духтар ҳиҷрира мегира ба силоҳу ба зурӣ намешавад. мардакора аввал бояд дилшона ба даст биёрӣ. парво накун холаҷон. ман ҳиҷриамро ба он ҷодугар духтар аслон намедиҳам. шом ба хайр ҳиҷрӣ. алайкум салом. маро ба рақс даъват намекунӣ? тавба астағфируллоҳ. намешавад. ҷоиз нестӣ. чӣ хел ҷоиз нест? навбати мо шавад ҷоиз нест? вале ӯ гӯяд ҷоиз аст ҳамин хела? илтимос маро зорӣ накун. охир духтар магар рақс мекунад? ай бас рав ба назди падарам ки туро интизор аст. агар ту маро ба рақс даъват накунӣ ман туро даъват мекунам. инҷо биё охир. падарам нигоҳ дорад. рафтем. ин кор мешавад оғои саъдӣ мешавад. духтара бин ҳиҷрира рақсда буд. این کار گناه است آخر. لطفاً اما آخر یعنی که نیکو نزدیکه نزدیک. مادر شما چی گفته ایستاده؟ چی خیلی نیکو خوب هستید شما؟ پدر جان دخترم سلاح در برد است؟ بله در برم است. بسیار خوب. آن رو با من نمیدهی؟ یک چیز رو میسنجم. چی؟ دخترم تو چی گفته ایستاده ای؟ پدر زود سلاح را به من بده. طاقت نمی کنم این دختر رو میکشم. به من ده اون رو. آرام شو. پدر جان التماس بده آخر اون رو اید رو بده. آرام شو. میکشم اون رو میکشم. آرام شو میکنم. ایست دخترم. سنم ای بای بخدایی. هجری جان مرا به رقص دعوت نمی کنی مایده چم؟ دعوت کردی مردی. با تو چی آخیره؟ از تو میپرسم مگر دف شورف از اینجا به این هم در همه جا رو برویم میبرویی. گوش کن میمون. در اینجا مثل آدم های با مدنیت گپ زده ایستاده ایم. مرا عصبی نکن. یا خدایا اگر عصبی کنم چی میشود؟ این میمون گپ رو نمیفهمد. اینجا بیا. اسکه داخل نکنه. این چی حال است؟ یا خدایا ما رو کمک میکن. من چی کار میکنم آخیر؟ اکا آن دختر دقتی تو رو جلب نمی کند همین خیلی نه؟ این گپ را از کجا برآوردی؟ نه من هم همین خیلی فکر میکنم لیکن سوهیه میگوید. یا خدا توبه شما دیگر کار نداره. توبه بله یعنی درست میگویی. آخر تو چیکار میکنی آن دختر رو ها؟ بله. نوزیه جان کمی دیگر من هم برقصم با اکام؟ البته. اکا تو منتظری چی هستی آخر؟ زینب رو برق چرا دعوت نمی کنی؟ نفهمیدم. اکا یا اینکه میخوای کمیسر مراد و ای دختر رو گیرد؟ شما چی ها گفته ایستادید؟ آن دختر میمانی ما است. عیب است دیگه خیلی گپ نگو. اکا مرا گوش کن. من آیسته به جا میروم تا آن دختر رو برقص دعوت بکن آخر. ای برگم شم جه سر مفایم کردی. ای بدبختو خیال میکرد که من زبایدم. من لوینت
маро нигоҳ мекунӣ? чаро нигоҳ мекардам? фикри маро ба рақс даъват карданро дорӣ амин хел не? туро ба рақс? фикр намекунам ки ту рақсида метавонӣ. ба фикрам ту маро ба рақс даъват кардан мехоҳӣ, вале ман намерақсам, чунки ту ба ман зебанда нестӣ. чӣ хел зебанда нестам? шоматон бахайр хонум Зайнаб. шом бахайр ҷаноби Зубайд. қатимият то намитӣ? инҷо марде будааст ки рақсида метавонистааст. чӣ қадар хуб. من در طول حیاتم این خیل دختر سیرناز و کرشمه را ندیدم برادر. بسیار بی‌شرم است، بسیار. سلام علیکم کمیسر مراد. علیکم سلام. درباره کی گپ می‌زدید کمیسر مراد؟ هجری بخشش میپرسم. کمی در فکر فرو رفتم. بخیر است؟ مثل که تو مشکلی داری؟ نه خوبم من، هیچ چیزی نیست. آخر من 2 سال است که خانه‌دار شده نمیتوانم. 2 سال است که پدر و مادرم راضی میکردم. اینش کمی میکرد که باز به سرمان گهواره بخشم برآمد. آخر من با اذن خدا خانه‌دار شدن میخواهم. یعنی میخواهم کودکی زیاد داشته باشم، با دستانشون دفتر دهم پرسان شوند که پدر جایز است یا که نیست. آخر پرسند. من هم با آنها آموزانم، آنها را فرزندان خوب تربیت کردن میخواهم من. نه آخر نمیشود یگان خیلیانه. این به من روا نیست مگر. آخر من در کجا خطا کردم کمیسر مراد؟ آها هجری دلت پر شده است کو؟ این نپرس کمیسر، تنها این نیست، بسیار چیزها رو نمیدونی تو. وای بر تو باد هجری، مرا به رقص دعوت نکردی. من این رو تا آخری عمرم فراموش نمیکنم. دانستگیر خاموش باش هجری، خاموش، دیگر گپ نزن. سلام بیا میرقصیم آخر. هجری جان گهواره بخشی زیبای من بر وقتتر به خونه میروم. باز با آن جادوگر نرقصی میپرونم تو رو. تو هم به خونه دیر نکن، فهمیدی؟ شام بخیر. شام بخیر. توبه استغفرالله. هجری در حقیقت کاری تو دشوار بوده است. یعنی یک دوست داشته دردسر است. باز تو 2 تا داری. خدا یاریت کند، به خدا. نه کمیسر، من تنها یک دوست داشته دارم. او هم سنم است. من تنها سنم رو دوست می‌دارم. این هم دردسر است. به خدا نباشد خوبتر است؟ نه همین خیل. سرت رو گرم کردم، بخشش میپرسم کمیسرم. نه هیچ گپ نیست. ما همسایه هستیم که آخر. کمیسر مراد، یک چیزی است که میخوام از شما پرسم. پرس هجری. حاضر در محله گفتن من هم شنیدم اژدها زنده بوده است، جنگاور هم زنده بوده است، باز یک قهرمان برآمده است میگویند. یعنی بعضن آدمان میگویند که کلتکیلس است. تو درباره این شما معلوماتی دارید؟ آخر او استادی من بود. استادم زیا، استاد جانی من. یعنی از راستی زنده ماندنش امکان دارد؟ کمیسر مراد بخیر است؟ آخر دختری بیچاره آنجا تنها ایستاده است، چرا برق دعوت نمیکنی او رو؟ کنی؟ ای بشاد، بیا رفتیم کنی بیا. کنی جوانان برآمده برقصید. نه من نمیرقصم، بسیار خسته هستم، نمیخواهم رقصیدن. ای بس این مردک اینقدر نامردی بد هم نکن. جنابی ازمی لطفاً مجبور نکنید. معلوم است که کمیسر مراد رقصیده نمیتواند. از شرمنده شدن میترسد. او رو به حالش گذارید.
من با نفرانی که رقصیدن میتوانند میرقصم خانم. کور هستی؟ ندیدی که کمتر پیش خیلی زیبا میرقصیدن؟ تو آن را رقصیدن میگویی؟ بس کن این گپا رو کمیسر. معلوم است که رقصیدن نمیتونی آخیر. با یگان کورس رفته بیاموز بعد بیا. خوب، حاضر من به تو نشان میدهم که کی خوب میرقصد. دستم رو رها کن که بد میشود. میشد از گو؟ شیرینکم دیدی؟ در 5 دقیقه همش حل کردم. حاضر میرقصیم. تو باشی دهانت رو بپوش، فهمیدی؟ خودم رو به زور داشته ایستادم، مجبورم نکن. گپ نزن، برقص. دستت رو بگیر آخیر. در کجا مونم دستم رو؟ پایم رو زیر کردی. این خیل باشه دستگی پایم دور شد. این خیل؟ توب خور آخیر. توب دادن نمیتوانی آخیر. رقص رو اصلا مرد اداره میکند. کاش مردی باشد و رقص رو اداره کند. در تو این بیشرمی ارسی است؟ ماشاءالله، تو هم بسیار شیرین هستی. در این شب از همه بدترین رقاصه ها. او با اکای زبایدم بسیار خوب رقص کرد کو. از این معلوم شد که مشکلی از طرف بچه بوده است. با خودم باور نمیکنم. با نفری رقصیده ایستادم که مرا در همه جا جستجو میکند. اگر کی بودنی مرا فهمد در او به محبس میبرد. من چیکار کرده ایستادم؟ چرا با این دختر رقصیده ایستادم؟ بخشش میپرسم. گویا من بسیار میخوام که با تو برقصم. مرا ببخش یکتایم. به تو هرگز خیانت نمی کنم. هرگز.